با عرض سلام و رحمت و برکت و مغفرت الله مهربان به تمام برادران و خواهران مسلمانم. عزیزان، با فیض و به احسانش ماه رمضان آمد. با رزق فراوانش ماه رمضان آمد. زین امر خداوندی سرپیچی مکن هرگز. ای بنده به فرمانش ماه رمضان آمد. بگشاده در جنت دوزخ درش بسته، چون هدیه رحمانش ماه رمضان آمد. از تشنگی ترسانی و از گشنگی لرزانی، الله کند آسانش ماه رمضان آمد. یک ماه به ما مهمان، یک ماهی پر از احسان، من ماه پشیمانش ماه رمضان آمد. فرارسی این ماه مبارک را به تمام مسلمانان روی زمین تبریک گفته و از درگاه رحمت و مغفرت الله مهربان به تمام برادران و خواهران مسلمانم تن صحت، خاطر جمع، خانه آباد، مغفرت گناهان و قلب پر از ایمان تمنا دارم و طلب خواهم کرد انشاءالله، و امیدوار آنم که شما نیز در حق بنده دعاگو باشید. و در آخر گفتنیم: ماه برکت ز آسمان می آید، صوت خوش قرآن و اذان می آید. تبریک به مؤمن عاشق پیشه، تبریک بهار رمضان می آید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.